شنبه یکم ماه اکتبر در تاجیکستان همچون روز آموزگار جشن گرفته می شود. شهردار دوشنبه رستم امامعلی امسال با قرارش از یکم اکتبر تحت رقم 573 درباره عوضمندگردانی آموزگاران مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه از بودجه پایتخت 237,000 سامانی جدا کرده و 79 آموزگار با مکافات پولی در حجم 3,000 سامانی هر کدام عوضمند کرده شدند. خدمات مطبوعات شهرداری گفت این قرار با مقصد دستگیری و عوضمندگردانی ماده معنوی آموزگاران شاگردانشان در المپیادهای جمهوریوی با جایهای افتخاری سرفراز گردیده ترغیب تجربه با ثمر آموزگاری، بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه بخشیده به روز آموزگار صادر شده است. روز دوم اکتبر در مراسم ویژه در کاخ سروش با اشتراک معاون شهردار دوشنبه معینه مفصومی جایزه ها به این 79 آموزگار پیشرفت سپرده شد. علاوه بر این یک گروه پیشرفتان سوه با افتخارنامه رئیس شهر دوشنبه، نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان و دیگر مکافات های صحوی سرفراز گردانیده شدند. گفته می شود در اطلاعیه شهرداری رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اینک قریب 5 سال باز شهردار پایتخت این کشور است. او ماه ینور سال 2017 وقتی همگی 29 سال داشت از جانب پدرش به جای محمد سید عبیداللهیف رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. در اطلاعیه شهرداری همچنین گفته می شود که از سال 2017 تا 2021 یعنی در سالهای به دوشنبه رهبری کردن رستم امامعلی در پایتخت تاجیکستان 29 مکتب برای قریب 23,000 جای نشست در یک بست و 11 کودکستان و باغچه کودکان بنیاد و از نوسازی یا ترمیم شدند. برای این 752.5 میلیون سامانی مصرف شده است. بنا به آمار رسمی حالا در مکتب‌های میانه شهر دوشنبه 266,000 خواننده تحصیل می‌کنند. در مکتب‌های میانه پایتخت فعلا بیش از 11,000 معلم به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول بودند.